سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من در حال کار کردن در مزرعه هستم و تایم استراحتم رسیده و من از خودم ویدیو میگیرم و هم شما مشاهده کنید و ویدیوهای رو بپسندید و اینم یکی از کارگران خوابیده و همینطور آفتابگردان و خورشید و در حال تابیدن است و به صورت ما و من مجبوریم کلا رو جوی کنم تا آفتاب کمتر به تابه به صورت اون. ولی دوستان شما را من خیلی دوست دارم، سابسکرایب کنید کانال من را، لطفا از ما حمایت کنید. داخل کانال یوتیوب ما چنل ما را همیشه امیدوارم واسهتون آرزوی سربلندی میکنم. زندگیاتون نباشه. خربوز محصولی هست که اول بهار کاشته میشه. ما اول بهار میکاریم و 25 برج 5 مرداد ما برداشت میکنیم و میزنیم به بازار و الان هم موقع آفتابگردان برج 4 میکاره و تقریبا 27 برداشت میکنیم. ویدیو بیشتری که من واسهتون توضیح میدم میذارم در مورد کشاورزی و چیزهای بیشتری. امیدوارم که حال همتون خوب باشه و سر حال باشید. چنل ما رو همیشه سابسکرایب داشته باشید. ویدیو بیشتری